سلام دوستان، خوش آمدید به کانالی پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود سالت گوشتی عجایب با لذت تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: 400 گرم گوشتی آبپز، 3 دانه تخم آبپز، 100 گرم سیر، 2 دانه بادرینگ، 2 دانه پمیدار، کمتر اوکراپ، 3 قاشق مایونез، یک банка зелёный горошек و نمک لازم است. روا mana go'shti oppaza reza میکنیم. چقدر reza میکنیم؟ درازک شکل reza میکنیم. یک بار دیگر درازک شکل reza کنیم. کلانترش به نهایت نغز. نه یکم کاسبه میگیریم کو. همه گوشته همین طور reza میکنیم درازک شکل. خواهی مایده تر ریزه کنید. نکه این درسترش همش کلان کلان بیاد بینید خوردنش آسان تر. من همین درازک شکل ریزه کرم همشه. درازک شکل ریزه کریم. اکو من تخمه میگیریم. تخمه من نمیم 4-5 من 4 قسم تقسیم کنیم. یک طرفشه شد من همین کلان تر. خواهید 4 کنجه ریزه کنید. همشه 4 کنجه شکل ریزه کنید. خیلی که با خواست خودتان ریزه کنید میشه. سلاتش بینهایت خوشخور اشتیاق آور برای رمضان افطار. تخمه همراه کنیم. اکنون من بادرینگ میگیریم. یک بار دیگر از این طرفش کارد زده من درازک شکل بادرینگم ریزه میکنیم. من همین پمیدارم درازک شکل ریزه میکنیم. پمیدارم ریزه کردیم. اکنون سیر اتیارکا بالای همین محصولات ما رو میگذرانیم. همین کلانش میگذرانیم اتیارکا. با خواهش خود چقدر که خواهید همراه کنید. من سیرم گذرانیدم. اکنون من زیلیان گراشک همراه میکنیم. زیلیان گراشک همراه کرده که اوکراپا ریزه میکنیم. من اوکراپا مایده کرده ریزه میکنیم. من اوکراپا همراه کرده که نمک و مایونز آمیخته کرده همشه. مایونز شما میتونید جای مایونز به سمیتانه 25% همراه کنید میشود. همشه کو همین محصولات شروع آمیخته میکنید. نه چگونه میبینید سلاتی ما به نهایت خوشخور تیار شد.
نیمته بادرنگ گذاشتم. گل تیار میکنیم. نه پشتشه کمتر راستگره بریده میگیریم برای ایستادن. نکو به دو قسمی برابر تقسیم میکنیم. به دو قسم تقسیم کنیم که منه طرزی گل کنی. نه اول کمتر از این طرفش کارت میزنیم، از این طرفش کارت میزنیم. منه جدا میکنیم. منه که دویم دفعه دویم قسمش منه با که چقورتر میبریم که همین سیم قسمش جدا شود. منه سیم قسمش با که با چقورتر. منه چهارم قسمش که منه باز چقورتر میگیریم که جدا شود. پنجم قسمش منه که می بادرنگای بریدگی مایه گشته می جاشبه میچینیم. چقدر گل تیار شد. منه که می سلتی تیار کرده مایه نه لیگان با میگیریم. نه منه که گلای ساختگی مایه نه دو دانه شد. نه همین دو تا طرفش بهم گذاریم. نه چگونه میبینید سلطی ما به نهایت خوشخور تیار شد. شما هم حتما برای افطار نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساکسیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.